در تمامی تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف اعداد دارای ارتعاشات و قدرت‌های نهانی هستند که اگه فعال بشن میتونن انسان رو به سطح بالاتری از آگاهی برسونند. مرموزترین اعداد در تمامی زمینه‌های جادویی، فلسفه، عرفان و حتی علمی اعداد 3، 6 و 9 هستند. از بین این 3 عدد امروز میخوام پرده از حقایقی مربوط به عدد 6 رو برداشته و کارایی اون رو برای شما بیان کنم. عدد 6 رو همواره به عنوان عددی مرتبط با شیطان به ما معرفی کردند، اما باید بگم که این یک دروغ بزرگه و این عدد اصلا شیطانی نیستش که هیچ، بلکه الهیه و پلی هستش از تاریکی به سمت روشنایی. در تمدن‌های یونان باستان، در معماری‌های اسرارآمیز مصریان باستان، در حکمت ارسطو، فیثاغورس، در ستاره ششفر داوود، در انگشتر سلیمان، در نماد حکومت هخامنشیان، در درخت کابالا و در خیلی موارد مهم دیگه رد پای محکمی از عدد 6 وجود داره که امروز میخوام اون رو کاملا برای شما بازش کنم. سلام رفقا، مهدی هستم. اینجا کانال پرایم، جایی که قراره چیزایی ببینید و بشنوید که کمتر جایی میتونید دیده باشید و شنیده باشیدش. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو هم فعال کنید که هم از من حمایت کنید هم به باقی ویدیوها دسترسی داشته باشید. بریم سراغ عدد 6. عدد 6 در طول تاریخ در تمدن‌های مختلف دارای معانی و مفاهیم خاصی بوده. گروهی این عدد رو نماد قدرت، کمال و گروهی دیگه اون رو نماد شیطان و شرارت میدونند. بریم با هم ادله هر گروه رو با هم دیگه مرور کرده و در آخر با هم دیگه تصمیم بگیریم حرف کدوم گروه رو گوش کنیم. اولین گروه و تمدنی که میخوایم راجبشون صحبت کنیم مصریان باستان هستش. مصریان به اعداد به عنوان نمادی از نظم کیهانی و قوای حاکم بر جهان نگاه میکردند. در این تمدن عدد 6 اهمیت ویژه‌ای داشته و مفاهیم مختلفی از جمله توازن و هماهنگی رو دارا بوده. به طور کلی‌تر این عدد طبق باور اونها به فرایند خلقت و تکامل اشاره داره و نشان دهنده یک نظم الهی هستش. مصریان معتقد به این بودند که خدایان جهان رو در 6 روز آفریدند. برای همین عدد 6 نمادی از فرایند آفرینش در نظر گرفته میشه. مصریان حتی حواس انسانها رو هم به 6 قسمت تقسیم میکردند. اونها به جز بینایی، شنوایی، گویایی، چشایی و لامسه به حس ششم هم اعتقاد داشتند و اون رو حس و صدای درونی انسان میدونستند. اونها حتی سال رو هم به 6 فصل تقسیم میکردن و هر فصل رو نماد یکی از مراحل چرخه زندگیشون میدونستند. هر 2 ماه یک فصل و هر فصل مرتبط با یک خدا بود. فصل 1 و 2 نماد تولد و آغاز یک دوره جدید بودش. فصل 3 و 4 دوره ثروت و شکوفایی بودش. فصل 5 و 6 هم به عنوان دوران خواب زمستانی و آمادگی برای دوره جدید بوده. اونها تغییرات زیستی هر فصل رو هم مرتبط با تغییرات جهان آسمانی و همراستا با اون میدونند. عدد 6 برای مصریان نمادی از تعادل در نیروهای مختلف و اتحاد بین دنیای الهی و دنیای انسانی هستش. فکر میکنم تا اینجا از تأثیر عمیقی که عدد 6 بر فرهنگ مصریان داشته آگاه شدید، اما اجازه بدید در ادامه سری هم به یک دنیای باستانی دیگر یعنی یونان باستان زده و تأثیرات عدد 6 رو بر اونها مرور کنیم. عدد 6 در یونان باستان عددی فیلسوفانه بوده که ارتباط بسیار مستقیمی با دنیای روحانی داشته. فیثاغورس که یکی از ریاضیدانان و فیلسوفان برجسته یونانی در سده 6 قبل از میلاد مسیح بود، به شدت بر قدرت عدد 6 تأکید داشته و اون رو عدد کامل کننده میدونسته.
اون این عدد رو با تئوری های خودش در مورد هندسه مقدس و هماهنگی کائنات پیوند داده بود. در آیین جادویی درخت کابالا عدد 6 معنای کمال و تجلی رو داره. کارش ایجاد تعادل میان قدرت‌های متفاوت هستش. درخت زندگی در کابالا اغلب با 10 دایره نشان داده میشن که هر کدوم معنا و مفهوم خاص خودشون رو دارا هستند. این دوایر صفات الهی رو نمایان میکنن و به اونها سفیروت گفته میشه. ششمین دایره یا ششمین سفیروت رو تایپوت مینامند. تایپوت مرکز انرژی و هسته درخت زندگیه که مثل یک قلب تپنده به این درخت زندگی میبخشه. عدد 6 در فراماسون هم جایگاه ویژه‌ای داره و نماد قدرت، حاکمیت، نظم و توازن بین عالم فیزیکی و روحانی هستش. علت و ریشه مهم بودن این عدد در فراماسون به خاطر ارتباطش با ستاره ششپر هست. ستاره ششپر که از 6 ضلع به وجود اومده نشون دهنده نیروهای متضاد و در عین حال مکمل هستش که در کنار همدیگه به هماهنگی و توازن رسیدند. ستاره ششپر رو دروازه‌ای به سوی جهان غیر مادی و درک اسرار جهان بالا میدونند. همچنین از اون برای ارتباط با اجنه و ارواح هم استفاده میشه. ستاره ششپر قدمتی به بلندای 5000 سال داره و اولین بار در تمدن‌های باستانی مثل سومریان از این نماد برای اجرای جادوها و آیین‌های مذهبی خودشون استفاده می‌کردند. 6 ضلع یا همون عدد 6 از دوران باستان با نیروهای ماورایی عجین بوده. حتما داستان‌های زیادی از انگشتر سلیمان شنیدید. باید بگم که اون انگشتر به خودی خود هیچی نیستش و این ستاره ششپر حج شده روی اونه که اون رو جادویی کرده. اگه تا اینجا دقت کرده باشید تقریبا در تمام تمدن‌ها و فرهنگ‌ها اکثریتشون عدد 6 رو عدد کامل، عدد کمال، جلال، شکوه و معنوی میدونستن. دروازه یا پلی بوده که انسان رو از تاریکی به سمت نور یا همون روشنایی می‌برده. اما پس چرا مسیحیان و مسلمانان این عدد و از اون بدتر عدد 666 را شیطانی میدونند؟ اگه تا اینجا کانال رو سابسکرایب نکردی اون رو سابسکرایب کن و تا آخر ویدیو همراه هم باش تا بهتون بگم چرا مسیحیان و مسلمانان این عدد رو شیطانی و نماد شرارت و جنود شیطان بودن میدونند. اولین بار در دوران فراگیری مسیحیت بودش که عدد 6 و 666 رو به عنوان نماد شیطان و شیطان پرستی نسبت دادند. اونها این عدد رو نمادی از ارتباط انسان با دنیای مادی میدونند. یوحنا این عدد رو نماد انسانی میدونه که به جای رفتن به سمت خدا و مدح و ستایش اون میره سراغ امیال دنیوی و مادی خودش. کتاب مکاشفه یوحنا عدد 6 رو به صورت سگانه یعنی 666 و به عنوان عدد حیوان بزرگ و یا عدد شیطان معرفی و اون رو به نیروهای منفی و شرارت نسبت داده. در این کتاب عدد 666 عددی سگانه است که یکیش به عنوان انسان، یکیش به عنوان شیطان و دیگری به عنوان ضد مسیح معرفی شده. در سنت مسیحیان باور بر اینه که عدد 6 عدد نقصه و عدد 7 عدد تکامله، زیرا اونها معتقد هستند که خداوند در 7 روز دنیا را آفرید و خروجی و کمال خلقت هم در 7مین روز شکل گرفته شده. همچنین اونها عدد 666 رو نماد محدودیت‌های انسان در برابر قدرت خدا می‌دونند. برای همینه که این عدد رو به شیطان و پیروانش منسوب کردند. واسه همین فرقه های شیطان پرستی اومدن از این عدد استفاده کردن، از کلمه کلیسای شیطان استفاده کردن تا بتونن لج مسیحی ها رو در بیارن و اونها رو آزار بدن.
حالا ببینید یه واقعیتی وجود داره. اون واقعیت اینه که عدد 666 در جادوی سیاه یکی از قدرتمندترین نمادهاست و قدرت‌های شیطانی و انرژی‌های منفی رو فعال میکنه و جادوگران به واسطه این عدد بسیاری از جنود شیطان رو احضار میکنن و به واسطه اونها کارهای انجام میدن. اما یه نکته جالبی رو من اول ویدیو بهتون گفتم. عدد 6 یا عدد 666 عددیه که با اون میشه به قلمروهای پنهان و جهانهای دیگر وارد شد، با موجودات ماورایی ارتباط برقرار کرد. حالا یکی میره با خوبای اونا ارتباط برقرار میکنه، یکی دیگه میره با بداشون ارتباط برقرار میکنه. این دیگه تصمیم خود انسانه که به سمت کدومشون بره و کدوم انتخاب کنه. حالا اگه کسی اومد سمت شیطان و جنود شیطان رفت، اعمالش به خودش ربط داره، دیگه تقصیر عدد 6 که نیستش که. این واقعا یه 2 تا 4 تا ساده است. من نمیدونم چرا قضیه رو این رفقامون انقدر پیچیده‌اش کردن. بابا این عدد یه دروازه‌ایه که شما میتونی از طریقش هم به سمت خوبی ها بری هم به سمت بدی ها بری. این که ما به کدوم سمت بریم دیگه گناهش گردن این عدد نیست. خب اینم از همه صحبت ها راجع به اعداد 6 و تأثیرش در فرهنگ ها، تمدن ها و حالا ادیان مختلف. حالا من یه سوال از شما دارم. با تمام این حرفا، با تمام این گفته ها، شما چه فکری راجع به عدد 6 میکنید؟ آیا با نیاکان باستانی بشر که تقریبا همشون گفتن که این عدد تکامله و پلیه به ابعاد و ادراک بالاتر انسان هم نظرید، یا با عقاید مسیحیان قرون وسطایی؟ خوشحال میشم حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. اگر هم تا اینجا ویدیو رو لایک نکردی لطفا لایکش کن. اگر کانال رو سابسکرایب نکردی بازم ازت خواهش میکنم اون رو سابسکرایب کن. ما همکنون به یاری سبز شما نیازمندیم. من یه ویدیو جداگونه هم راجع به کلیت علم اعداد، یه ویدیو جداگونه هم برای آموزش نحوه استفاده از این علوم رو واسهتون قطعاً آماده کرده و توی کانال آپلود خواهم کرد. امتحان کنید. اگر 4-5 تا ویدیوی بعدی دیدید به درد بخوره کانال رو سابسکرایب نگه دارید. اگر دیدید نه وعده الکی بود کانال رو از حالت سابسکرایب خارج کنید. امیدوارم جدای از همه این حرفا ویدیوی امروز واسهتون دیدنش لذت بخش بوده باشه. خب بعد از کلی پرحرفی میخوام با اجازهتون از حضورتون مرخص شده شما رو به خدای بزرگ و خدای بزرگ به شما بسپرم و تا ویدیوی بعدی خداحافظی کنم ازتون. خدا یار و نگهدار همتون.